باور ندارید برید نظرسنجی کنید. آقا من مصداقش دارم میگم آقا عباس غفاری چی شد؟ من بازجوش خواستم اومد تو مجلس بگم دیگه. بنده آقای حسینیان سندش اینه، هر رسانه‌ای هم هست بنویسه. من بودم، آقای حسینیان، آقای رسایی، آقای محمد کوثری و آقای زارعی بازجوی پرونده عباس غفاری رو خواستیم بیاد تو مجلس. گفتیم پرونده رو بیار. این کیه؟ توضیح داد. گفت بله واقعا یه توانایی‌هایی هم داره. بعد ما گفتیم خب این چی؟ ازش ما پرسیدیم که تو پرونده هم بود که شما این زندگی که داری و این خونه و این بالاخره کارام نداری چجوری مخاطرت میگذره؟ گفت خب مریدان بهم پول میدن. گفتیم مریدان مثلا؟ گفت آقای باقر لاریجانی آخرین بار 20 میلیون. خب بگید اینو به مردم که آخرین بار عباس غفاری بازجو گفت، اگه دروغ گفته برام پوستشو بکنن 5 تا شاهد اسم و بعدم تموم شد رفت. ما نفهمیم چی شد. این اگر کسی به قرآن نجات بنده اینجا گفتم میتونن منو به خاطر این محاکمه کنن. 5 تا شاهد آوردم دیگه. توجه میکنید؟ اصلا هم اهل حرفا ایشون میدونه. من علارغم این چیزی توی دانشگاه مشهد سخنرانی میکردم، یکی کسی گفت پسر آقای هاشمی دزدی. گفتم خودت دزدی. برای چی؟ ما چه میدونیم دزدی رو باید محکمه ثابت کنه. ولی من خودم دیدم که فائزه هاشمی همسر آقای هاشمی گفت مردم بریزید تو خیابون. من بدم میاد. ما مخالفتیم. دزدی اینی که گفتم من سند برش کردم. سندم اینه. ببرن محاکمه کنم میگم این آقایون بودن، این باشون بودین. حالا اصلا من میگم چه شد این عباس غفاری که به قرآن نجات داد چرا اعدام نشد؟ مرتبط با مشاری هم بود دیگه.